هلو گایز، خوش اومدید به چنل من و یک کلیپ جدید دیگه. اونم در مورد چی؟ عجیب ترین کادوی ولنی که تا حالا دیدید. بریم بیایم. خب اولین کادوی ولنی که خیلی عجیبه و توی تیک تاک بیشتر از 14 میلیون لایک خورده توسط خانمی به اسم گلوریا منتشر شده. توی این کلیپ خانم گلوریا میاد یه باکس ولنتاین خیلی خوشگل برای همسرش آماده میکنه. حالا فکر می‌کنید محتویات این باکس چی میتونه باشه؟ خانم گلوریای عزیز اومده تمام عکسایی که همسر گرامی توی اینستاگرام دختر خانمای زیبا رو لایک کردن چاپ کردن و داخل این باکس قرار دادن و دادن به همسر گرامی. گفتن عزیزم با عشق. گوشون چی گفتن؟ گفتم واو چه کار قشنگی، سورپرایز شدم. خلاصه که جفتشون کلی سورپرایز شدن. All the pictures you've been liking on Instagram. Very nice. حال کردن و البته کامنت های زیبایی هم دریافت کردم، ولی خب همش به چپشون بوده چون خیلی خیلی جفتشون حال کردن، لذت بردن. خلاصه که اونا حال کردن، ما خرکی باشیم ایراد بگیم. کادوی بعدی توسط خانم کتی پری به همسرش راسل برند داده شده. حالا به نظرتون کادو چی میتونه باشه؟ گرونترین بلیت سفری که تا به امروز دیدیم. خانم کتی اومده 2 تا بلیت به فضا گرفته به ارزش $200,000 که همسر گرامی بفرسته فضا. خب از اونجایی که کتی و راسل از هم جدا شدن، هیچ وقت راسل به فضا نرفت و ناموفق بود این کادو، ولی خب به هر حال از ارزش کادو اصلا کم نمیکنه. بریم سراغ کادوی بعدی. کادوی بعدی توسط رومن یه چیزی به همسرش داده شده. این کادو به نظرتون چی میتونه باشه؟ واقعا من یکی خیلی متاسف شدم بابت دادن همچین کادویی. نمیدونم چی فکرش کرده، ولی اینکه رومن اومده یه قسمتی از ماه رو سند زده به اسم همسر گرامی. ما اینجا بوزیم، واقعا ماه رو نفروشین دیگه ای بابا. با اون بازی نکن. اوکی؟ خلاصه این که درسته که ماهو ندیده، ولی خب نصف ماهو زدن به نامش دیگه، مثل که مال اوشونه ما نباید پا بزنیم. بریم سراغ کادوی بعدی. کادوی بازیگر عزیزمون به اسم وینس وانه که اومده چیکار کرده به نظرتون؟ روز ولنتاین خواستگاری کرده از یه دختر، حالا اسمش هم یادم اینجا براتون می‌نویسم، و یه انگشتر الماس 15 قیراطی پلاتین که ارزشش خیلی زیاده رو داده بهش. داده دیگه، قیمتش اینجا براتون نوشتم. اینقدر زیاد بود که حتی نتونستم حفظش کنم. به هر حال که مبارکشون باشه، ایشالله که جدا نشن بعد 5 تا. بریم بعد. کادوی بعدی کادوی جیزی به بیانسه که اومده یه گوشی تلفن همراه پلاتین داده به جناب بیانسه، با این تفاوت که ارزش $25,000. کارایی گوشی هم کارایی گوشی ماست، ولی خب اون $25,000 و مال ما چستومن. دیگه تا آخر کلیپ همراه من بودی، لایک و سابسکرایب یادت نره و تو هم از عجیب ترین کادوهایی که تا حالا دیدی و شنیدی برام کامنت بنویس. یادت نره که کلی دوست دارم، باحال زندگی کن. تا کلیپ دیگه، بدرود.